بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیزی ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید، در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایشگر و داناست. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پن نمی گیرند مگر خردمندان. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید با یقین خداوند آن را می داند و برای ستمگاران یاری دهنده نیست.